آشپزی امروزمون دمپخت مرغه یا همون دمی مرغ که قشنگترین و خوشمزه ترین قسمتش اون ته دیگشه که همه رو میکشه سمت خودش. بریم که با همین غذای خوشمزه رو درست کنیم. پیاز دمی هر چقدر بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. پیازتون رو خورد کنید و بذارید کنار. به هر اندازه که دوست دارید میتونید پیاز رو خورد کنید. من این غذا رو برای 4 نفر در نظر گرفتم. 1.5 سینه مرغ، یعنی 1 سینه کامل و نصف. فقط ابعاد خورد کردنتون رو یکم درشت بگیرید، خیلی ریز نکنید. مرغتون رو که خورد کردی سرخش کنید. من تو همون قابلمه آلومینیوم که انتخاب کردم برای پخت دمی مرغم رو سرخ میکنم. اگه میترسید که مرغتون بچسبه میتونید جدا تفت بدید، بعد اضافه کنید به قابلمتون. و اگرم خواستین مثل من از قابلمه آلومینیوم استفاده کنید به خاطر اون تهدید خوشمزه‌اش، بهتره که روغن رو بذارید حسابی داغ بشه، بعد مرغ رو بهش اضافه کنید و اولش اصلا مرغتون رو هم نزنید چون ممکنه آب بندازه و اینکه بچسبه. پس بهتره که اجازه بدید یه طرف مرغ یکم سرخ بشه، بعد شروع کنید به هم زدن. خیلی هم نزنید، در حدی که زیر و رو بشه، طرف دومش هم سرخ بشه. مرغی که خوب سرخ کردید برمیدارید و تو همون روغن پیازتون رو سرخ میکنید. حتما این کارو بکنید و با هم سرخ نکنید چون تو طعم دمیتون خیلی تاثیر داره. حتما اول مرغتون رو سرخ کنید، بعد پیازتون رو سرخ کنید. پیاز رو هم قشنگ سرخ کنید که رنگش طلایی بشه. اگه پیازتون خوب سرخ بشه خیلی دم پختتون خوشمزه میشه. یه فلفل دلمه کوچیک رو خورد کنید و بذارید کنار. میتونید از 2-3 رنگ فلفل دلمه استفاده کنید. گوجه رو هم خورد کنید و بذارید کنار. خیلی ریز نکنید. سعی کنید از گوجه های قرمز و سفت استفاده کنید. ما میخوایم شکل فلفل دلمه و گوجه توی برنج مشخص باشه. البته از رب استفاده میکنیم ولی سعی کنید خیلی رب نزنید. نمیخوایم خیلی رنگ برنجمون تیره بشه. برای این اندازه که من گفتم 4 نفر شما میتونید 3-4 تا گوجه درشت خورد کنید. البته یه قاشق سرخالی هم رب داریم. پیازمون که خوب سرخ شد مرغا رو بهش اضافه میکنیم و دوباره با هم تفت میدیم. اینطوری مرغتون طعم میگیره. ادویه این دمپخت فقط زردچوبه و فلفل. البته میتونید فلفل سبز تندم خورد کنید و داخلش بریزید. خوب که با هم تفت خورد ادویه رو اضافه کنید. یه قاشق سرخالی ربم اضافه میکنیم و با زردچوبه تفت میدیم تا خوش رنگ بشه. فلفل دلمه و گوجه رو هم اضافه میکنیم و با هم یه تفت میدیم تا عطرش بلند شه. و نمک هم اضافه میکنیم تا حسابی گوجه ها رنگ بده. ببینید که چقدر خوش رنگ و خوشگل شده. اندازه برنجتون رو حواستون باشه که اضافه نریزید. ببینید اگه مثلا شما برای 5 نفر میخواین این دمی رو درست کنید حداقل 1.5 پیمونه کمتر بریزید به خاطر این مواد که اضافه میشه به برنج.
حواستون به نمک غذاتون هم باشه. اگر برنجتون رو با نمک خیس کردین به اندازه نمک بزنید به قابلمه. اینقدری آب بریزید که فقط روی مواد رو بگیرید. چون مواد این دمپخت زیاده باعث نرم شدن برنج میشه. اینقدری که روی برنج رو بگیره کافی. با حرارت متوسط بذارید که آب برنج تمام بشه. یادتون باشه موقع سرخ کردن پیاز و مرغ به اندازه روغن بریزید. دمپخت باید یک کم روغنش بیشتر از برنج ساده باشه. آبش که کشیده شد دم بندازید و حرارت رو کم کنید. اگه دلت میخواد که از این غذاهای خوشمزه بازم ببینی و درست کنی، اون زنگوله رو بزن و سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی هم برات بیاد. لطفا نظرتو برام بنویس تا بدونم بیشتر اهل غذاهای سنتی هستین یا غذاهای فست‌فودی و فرنگی. اینم از غذای خوشمزه امروز ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما این دمپخت مرغ رو درست کنید. نوش جانتون.